شده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، شرکت صدا و سیمای شهر پنجکند در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سلسله برنامه تاجیکستان خانه امید ما را با مقصد انعکاس نمودن دستاوردهای 30 سال استقلال مردم شهر و دهات پنجکند از حدود جماعت‌ها و محله‌های شهر آماده و پیشنهاد شما کرده ایستاده است. به همین منظور برنامه نوبتی ما نیز از جماعت دهات واره دهه رکناباد منظورتان می‌گردد. در این برنامه ما شما را از تاریخ، فعالیت انشاءات‌های دهه رکناباد و سمت کار و زندگی ساکنانش آشنا می‌سازیم. بینندگان ارجمند، نخست به تاریخ این دهه رو می‌آوریم. اصلا دهه رکناباد سال 1950 تأسیس یافته است. در اول دهه سوویت آباد بود، پس آن شورچه و حالا باشد از سال 2010 تا این جانب دهه رکناباد نام دارد. دهه رکناباد در جماعت دهات واره تعلق دارد. ساکنان دهه رکناباد هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده برده، با زحمت و عرق جبین کار و فعالیت نموده زندگی خودشان را پیش میبرند. یکی از ساکن این دهه ابونصرف محمد طیب می باشند که در 9 حصه زمین نزد حولگی با مهنت و زحمت خود کار کرده به موفقیت‌های نجیب سزاوار گردیدند. من ابونصرف محمد طیب مسعودویچ، ساکن دهه رکناباد جماعت دهات واره، در زمین نزد حولگی ثمرناک استفاده می‌برم و در آن کشتی زراعتی کارتوشک گذراندگی هر سال در زمین حاصلی نقض می‌گیریم. دیگر نمودی زراعت‌ها موافقی ضرورت به خواجگی کشت و کار می‌نماییم، جمله پمیدور، پیاز، دیگر نمودی زراعت‌های پالیزی کشت و کار می‌نماییم. یکی از اساسی کشتی و ما و چی کارتشکا و در زمین دیدید درخت هم هست. درخت‌های میوه‌دهنده درآینده برای حاصل دادن آن را استفاده می‌بریم. در سال استقلالیت نهایت کارهای خوب به انجام رسیده است. همه ساله تاجیکستان گل شکفته ایستاده است و پیشرفت و نظررس از پیشرفت و همه‌اش. این همه با شرافتی اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی غمخواری آن کس است که تمام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان پیشرفته ایستاده است. یکی از بخش‌های دیگری برنامه ما عائله نمونوی می باشد که ما به منزل اکبروف نعمت الله مهمان شدیم. اکبروف نعمت الله صاحب 11 نفر فرزند می باشند. 5 پسر و 6 نفر دختر دارند. عجیبش در این است که این مرد نکونام 5 پسران خود را خواننده صاحب معلومات کردند. همه پسرهایشان صاحب معلوماتند. اینک به فشرده صحبت ما عاید عائله، زندگی، کار و فعالیت این خانواده متوجه باشد. من عائله دار از سال 77 بچه هم 11 تا 6 تا دختر 5 تا پسر. پسرها همش برانده رفتگی، دخترها برانده رفتگی. اینجا خانه با خودم نبیرم. پسرها هر 5 معلومات داره. هر 5 پسر شما صاحب معلومات کردید. سببی صاحب معلومات کردن فرزندان شما در چیست؟ برای چی 5 پسر خود رو صاحب معلومات کردید؟ برای آنکه من خودم یک وقت مکتب نخوندم، مکتب پرت افتادم. نخوندم. مجبور بچه‌ها خواندم. برای چی شما مکتب ترک کردید؟ خب بچگی بود. زمانی که شما عائله دار شده صاحب معلومات نبودید. نه. پس عائله خود رو از کدام راه تامین میکردید؟ با کدام کار میکردیم؟ یک جای کار میکردیم، طبق کار میکردیم و من کارتوشک میکردیم. اما زمین به دیخانی قطعی زندگی میکردیم. خوب، عین حال شما با کار زمین یعنی با زمین سر و کار دارید؟ دارم. چقدر سهم دارید؟ سهم 70 صدقه هست شد. 70 حصه. در آنجا چی کشت کردگی شما؟ اونجا با اساسا علاف.
زمینی و پرزیدنتی دارم. اون رئیس همسایه هوای علف کردگی توزیع می‌کنم. آب نیست. لازم هوای می‌کنیم. سهم این یا کارخوز گرفتیم. ما سه مشکل جوری می‌کنیم. کارتاش کنیم. برای زندگی گذر. لطفاً میگفتید که فرق شخصی به معلومات و صاحب معلومات رو شما در چی می‌بینید؟ چه فرقیت دارد؟ این مول فرق داره. صاحب معلومات زندگیش آسان‌تر می‌گذره. نقض می‌گذره. فهمیش زندگی با نسبت به بی‌معلومات آنچه بلند. همین فرق داره. زندگی به عذاب نمی‌کشه. بی‌معلومات عذاب زیادتر می‌کشه. همین فرق داره. شما امروز چطوری که ما وارد منزلتون شدیم یکی از عائله‌های خوشبخت و نمونه‌ای بوده در دهه رکناباد. بعضی از شخصانی هستند که صاحب معلومات هستند، دو سه دیپلم دارند ولیکن عائله خوشبخت ندارند. اما شما که گفتید صاحب معلومات نیستید، حتی مکتب عالی ترک کردید ولیکن یک عائله خوشبخت رو صاحب. به هر حال شما گفتید صاحب معلومات نیستید ولیکن می‌بینید که یک زندگی تنج و آسوده دارید. آقا این زندگی خدا داده، پشت بچه‌ها تامین میکنم. همه جهت من تامین میکنم. تا اون وقتی که فرزندانتون به وای میرسیدند مگر این گونه وضع عائله شما خوب نبود؟ وضع عائله اون وقت با نفسر بود. خودم کار میکردم، من خارج کار میکردم، هر جای کار میکردیم. زندگیمون نقض بود. امروز فرزندانتون در کجا کار و فعالیت میکنند؟ فرزندانم دو تیش کمپانی خارجی ها کار میکنن. یک تیش دکتر، یک تیش مسکو بود. در مهاجرت ها؟ شما نفری هستید که هم در دوران شوروی زندگی کردید هم امروز دولت پیری میبینید در دوران صاحب استقلالی. چه بهبودی هست نسبت سالهای زندگی شما در شوروی در دوران استقلالیت شما چه تغییرات رو دیدید؟ بهترین همین نسبت یک فرقیتی که من مشاهده میکنم این آزادی چیکار کنید اختیار به دست خودتون. خود تربیت میکنید، خود خربزه، خود بازار میبرید، میفروشید، کار کنید زندگیتون پیش نمیره. دور شوروی و سال محدودیت بود، مجبور میکردن که همین کار رو میکنی و ماهانه میدادن نمیدادن و ایرش تا خدای در همون سایش همون رو پرداخته بود. این حاضره فرقیت همین کنید میخورید نکنید میمورید. لطفاً میگفتید که سبب جداشوی بعضی از عائله‌های جوان رو شما در چی میبینید که امروز در جامعه ما این گونه عائله‌ها زیاد به چشم میرسند، زود از هم جدا میشوند؟ سبب همین جداشوی عائله‌های جوان در چیست؟ فکر شخصی شما؟ فکر شخصی من نه این بر جواب دادن نمیتونم چون که من دمیش اون نخوردم تا حاضر. یعنی اون قصد من مدرکم نکرده است که بچه هم خدا باشد که عائله‌های اتفاق دادن فرزندهای نقض دارن خودشون با تینج. من با این خیلی باید نیست. یعنی شما این مسئله اگه ما فکرم نکرده؟ فکرم نکردم در این باید. شما به نوخانداران جوان چی مصلحت میدهید تا اینکه به مثل شما یک عائله خوشبخت باشند؟ نوخانداران یکدیگر فهمی باشد زندگی نقض می‌گذرد. فقط یکدیگر فهمی باشد یکدیگرش نفهمن حرمتی بین یکدیگر نباشد اگر این عائله خانه‌خواه ویران شد می‌کنه. بیاید به گذشته کمی برمیگردیم. این سوال رو ما به همه عائله‌هایی که نمونوی که در شهر دیوت پنجکند هستند این سوال رو میدهیم و به شما نیز همچنین. سبب پیوستن تقدیر شما و همسرتان چی و یا کی بود؟ سبب پیوستن تقدیر من با همسرتان؟ مادرم همین یافت آورد من داد همین قناعت کرده همین گشت شکر گفته. شما آیا از انتخاب مادرتان پشیمان نیستید؟ نه پشیمان نیستم. این انتخاب مادرم. شما خودتون رو من چون که گپ مادرم رو گرداندم و حق خود نداشتم. همون دوره بود. و چیزی میگفت برای من خانم. شما که با انتخاب مادرتان عائله دار شدید فرزندان شما چی؟ فرزندان منم پسرم و یکیش خودش انتخاب کرد. مادرکش هم خودش انتخاب کرد. دوم سوم و چهارمش خودم بود. خودم انتخاب کردم گفتم همین میگیریدم. راضی شدم همین گشتیم. من شمسی مغنی
سال تولدم 1257 و همون جایی دیگه از زندگی کردگی نقص زندگی مامون نقص بزرگ جنگ جدلون تر کارون نداریم. باره شده است که شما در اطراف یگون مشکلی یا یگون پرابلم با اویله خود جنجال کرده باشه وقتی که یگون کمبوتی میشوده اویلتون با یگون مشکلی میشود چه حل میکردید همراه شوهرتون؟ جنگ جدل هیچ نداشتیم ندیدم بوده دوی منم همیشه از با دیگر فهمی حل میکردید؟ هم دیگر فهمی کار میکردیم اونطوری جنگ جدل اونو نکردیم. پدر عزیز شما برای اون نفرانی که دور از وطن شما رو تماشا میکنند و طریق اینترنت چی تمنیات دارید برای مهاجران خصوصا اون نفرانی که در روسیه هستند چی آرزو دارید برایشون؟ من تمنا دارم که همه اول دیدم صد سلامت زندگی کنم. من مسافری و خودم گشتگی رشته و شهدی مسافری چشیدگی بسیار وزنین بود و خدا همون یک آرامیت یک رزق ریزی بچکشون یا بیان همینش نه زندگیشون نقص شده سلامت باشید. من اکبر معروف فرزندی ششم می اویلا سال تولدم 1985 مکتب میانه سال 2002 ختم کردم. سال 2005 مکتب عالی به داخل شده دانشگاه تکنیکی. سال 2010 به اتمام رساندم. حالا در سفارتخانه آمریکا به حیث محافظ کار میکنم. پدرم روسیه رفتن اینجا کافوز به کار میکردم. بعد کافوز روسیه رفتن و اقوام روسیه رفتن کار کردن. شاید خواندم معلومات کردم زن بودم صاحب 4 فرزند. حالا در رخصتی مهنتی و مهمانی آمدیم دیدم. بعدی دوربینی پدر و مادر اومدید. شما لطفاً بگویید که از پدر و مادر خود چی را آموختید؟ مثلا هست رفتار و کردار و یا خصوصیت های خاصی پدر و مادر که بعد اکثریت ما فرزندان آن رو در ذهن خود میگیریم و همیشه هر کجایی که رویم مثلا شاید اگون حرفشون باشد، شاید اگون کارشون باشد، شاید اگون خواهششون باشد یا اگون رفتار دیگرشون که همیشه در ذهن شما چرخ میزند. همین یک خصلت خوبی پدر و مادر خود رو بگید که تا امروز شما آن رو فراموش نکردید و میخواهید که در آینده از روی همه عمل کنید. این چی حرفی است؟ این چی خواهش است؟ همین گونه یگون خصلت خاصی پدرتون در شما وقتی که مایده بودیم و هم میخوام یک جا بودیم پدرم فقط میگفتم که یک پسر شو بین خلق فولو کرده سر با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر. همین شعار زندگی ما. مثال دیگر بچه ها کوچه میبرندیم همدیرش داشتن میدادن وای میکردن این چیزا در پیش پدر بودن و چی نداشتیم. شهر میداشتیم و خیلی کردیم و استفاده کردن. شاید تا حاضر استفاده نمیبریم. بچه ها هم خیلی تیاد میتیم که داشتن نتیم وای نکنم. یعنی میبینیم که شما یک طبیعت آرام دارید با وجود اونی که مثلا صاحب جای کار هستید و آبروی خود رو دارید، اعتبار خود رو دارید، ولی یک شخصی هستید که زمینی خاکساری. این خصلت از کی به شما باقی مانده است؟ شما این خصلت رو از کی آموختید؟ از پدر. یعنی هر چی که امروز هستید از برای پدر است. خب تمنیات شما برای پدر و مادرتون چه آرزو دارید؟ تمنیات من برای پدر و مادرم تنشان سلامت باشد، سالم باشم، درد نبینم. از نام حافظ گفتنیم که تنت به ناز طبیبان نیازان مباد وجود نازک آزرده گزن مباد. وقتی که تاجیکستان بر خاک و خون نیهام بود فرمانروا این مطلق دارنده ای کمان بود پیر و جوانی کشور لرزان زیبی میجان بود سرسان و خانه ویران از دست جاهلان بود تو آمدی به میدان ای پیشوا ای ملت گشتی برای ای سختی مشکل کشا ای ملت ای قهرمان ملت
زور و توان ملت گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت در دوره ای که مردم افتاده بود بخاری وقتی که طفلکانت بودند به نهاری میخورد اهل زحمت کنجاره و جواری میرفت سوی هر در به ناله و بزاری با سوز درک کردی راز و نیاز ملت از نیستی رهاندی نام و نشان ملت از یادها نرفته رازی سیاه تاجیک آن دوره ای مخوف و حالی تباه تاجیک در سینه ها باقی پرسوز آه تاجیک صد شکر گشته رفشن امروز راه تاجیک. یکی از چهره‌های برنامه ما صاحبکار سعدیف محمد رضا می باشند که بیش از 100,000 سامان مبلغ خرج نموده بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مغازه را با نام افلیسون ساخته به استفاده دادند. همزمان 2 نفر صاحب کار دائمی گردیده است. صاحبکار سعدیف محمد رضا صاحبکاری باننگ و وطن پرور که دستور و هدایت‌های سرور مملکتمان را سرمشق کار خود نموده چنین انشاءات را بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و مورد استفاده قرار داده است و همچنین با مقصد شناسایی از رفت خدمترسانی طبی در دهه رکناباد ما از مرکز سلامتی دهه همچنین از بیمارخانه منطقوی دهه رکناباد دیدن نمودیم و تاکید نمودند که تمام شرایط‌های کاری و دستگیری‌های پیوسته به طبیبان این دهه مهیا کرده شده است و امروز برای سلامتی و بهبودی مردم دهه رکناباد حصه خود را گذاشته ایستادند. چون در این دهه بیمارخانه منطقوی دهه رکناباد نیز برای مردم این جماعت همه روزه خدمت‌های خود را رسانده ایستادند. من سعدی دکتر بیمارهای درونی بیمارخانه منطقوی رکناباد. بیمارخانه ما از سال 1980 اینجا فعالیت دارد. بعد از سالهای 2010 مرکز سلامتی بیمارخانه جدا شدند. بیمارخانه ما 15 کت فعالیت میکند، از جمله 5 کتی بیمارهای درونه، 10 کت برای بیمارهای کودکانه و 5 کت برای تولدخانه. دکتر کار میکنیم، کارمندان میانی تیپ 15 نفرند، همچنین نوبتدار، کاربرای خردی تیپ کار میکنند. ساعت کاری شما از ساعت چند تا چند است؟ بیمارخانه از ساعت 8 تا 17 کار میکنند. از طرف شب مثلا نوبتدار میایستند؟ نوبتدار مثلا همشیرهای تیپی نوبتدار میست. نوبتداری دکتر نیست. در دوام 30 سال استقلالیت همین بیمارخانه شما به چه تغییرات شد؟ در دوام این 30 سال خیلی تغییراتی کردن و من آمد. یک دوبار ریمون کردن بیمارخانه، سقفش بامش شروعش نو کردن، حتی دیوار و پل پتلاقش هم نو شد قریب پر رفت. بعضی میز و کرسی به نو هم آوردن. در همین 30 سال استقلالیت همه سال حسین میکنیم که توجه اساتید رسول وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در پیشروی ساحه تیپ اصلا در قشلاقی‌ها خیلی بیش از زیاد است. کوشش میکنیم که همه روزا با همین نشانیدهای حکومت و جناب عالی کار خود را پیش بریم و بر خلق و وطن خدمت کنیم. در دهه مرغدر بالا نیز خانه سلامتی بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف یک نفر صاحبکار این دهه خانه سلامتی ساخته به استفاده دادند که امروز برای مردم سربلند این دهه خدمت می رساند. من شامراد اقدامی پیشگرفتگی راهبر دولتمون پیشوای ملت محترم
جناب عالی امام علی رحمان رو پیروی کرده و خودم اقدام میکنم که کمی هم باشد دیهای خودم رو کمک کنم و خیلی بنیاد بنگاه تیبی بنیاد کنم. برای بنیاد همین بنگاه تیبی شما چقدر مبلغ صرف کردید؟ 25,000 تومان. 25,000 تومان. از صبح خودتون؟ از خلقم یاردم کردی است. خلقم یاردم. تشبسکارش خودتون؟ خودم. خب آینده با چی نقشه هست برای آبادی همین دهه؟ چی نقشه؟ برای آبادی این دهه در شفاعت همین خدا خواهد سیخ دوزندگی میسازم. من با اینجا راه آباد کردیم. دیگه خیلی استفاده هست. دهه در آغوش خود نفرانی برومند را داراست و صدها دیگر نامبرداران کشور در این دهه به دنیا آمدند. هر سال ختم کنندگان مکتب میانه این دهه به دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری و بیرون از آن داخل می شوند. با سبب زیاد شدن اهالی این دهه در زمین‌های دهه رکناباد از دهه‌های غویتن، زیمتد، واره مردم کوچ بسته آمده، خانه بنیاد نموده زندگی دارند. آره، چنان گفتند نظر بر شعرچه و دشتش بهشت جاویدان واره، نباشد مثل او منزل در اقصای جهان واره. زی هر جانب شمال آید به آن دهی هوسمندی، کشاید شش جهت قلف دل اطرافیان واره.